درودها خدمت یکایک شما خوبان، همراهان نور و عشق و آگاهی. مهناز سیار هستم، معلم متافیزیک. از تجربیاتم در کانال یوتیوب براتون میگذارم. هر سوال متافیزیکی داشته باشید، اگر بلد باشم، تجربهش کرده باشم، براتون پاسخ میدم. در غیر این صورت جز افرادی هستم که اگر چیزی رو ندونم با افتخار میگم نمیدونم و از شما یاد میگیرم. امیدوارم که نور و عشق الهی در وجودتون بیدار باشه، حال دلتون خوب باشه، نور و آگاهی و خردمندی در تک تک سلول هاتون جریان داشته باشه. این کلیپ میخوام در مورد چشم و همچشمی های آگاهی و متافیزیکی باهاتون صحبت کنم. تو دنیای کنونی که مدرنیته شده و فضای انرژیکی به سمت چارچوب‌های سنتی، مذاهب و مکتب‌های نوظهور که تسلط زیادی روی جسم و روح بشر داشته حضور داریم و هر روزمون تو این دنیای جدید پر از اطلاعات، پر از محتواست که درست و غلطش رو باید از درون پیدا کنیم. دنیای بیرون ما مملو از صفر و یک ها و اطلاعاتیه که ماتریکس داره برای ما اضافه میکنه، روی ما کار میکنه که از این طریق ما راه اصلی آگاهی رو پیدا نکنیم. و جالبتر این که میبینم خیلی از عزیزان و مشتاقان که در مسیر متافیزیک فعالیت میکنن در جلسات مشاوره درخواست این رو دارن: خانم من کی میتونم وصل بشم؟ من در چه زمانی میتونم به جایگاهی برسم که اطلاعاتم به آکاشیک وصل بشه؟ من کی میتونم قدرت‌های متافیزیکی پیدا کنم؟ من کی میتونم ذهن خوانی کنم؟ من کی میتونم روی فرش قرمزی که تو ذهنم ساختم در مورد متافیزیک و ماورا دست پیدا کنم؟ عزیزای من، دنبال چی میگردی؟ اگر شما در مسیر معنوی تلاش میکنی رشد کنی، تلاش باید بکنی خودت رو پیدا کنی. متاسفانه چشم و همچشمی انقدر نفوذ کرده، ناآگاهی انقدر نفوذ کرده، نادانی انقدر نفوذ کرده که حتی مسیر پیدا کردن خدا و اتصال به درون رو هم آلوده کرده. از بس که در چاکراهای پایینیمون به اسارت در اومد، حال دیده شدنها، تایید شدنها، تشویق شدنها و اطلاعات سطح پایین هستیم، مورد توجه قرار گرفتن سطح پایین هستیم. از بس دوست داریم همه برامون کف بزنن و این اشتیاق درونی انسان هاست. برای رشد در مسیر آگاهی هم به همین شکل داریم عبور میکنیم. متاسفانه این نگاه های ضد و نقیض، جنسیتگرایی، رنگگرایی، زبانگرایی، جغرافیاگرایی بیداد میکنه. مسیر متافیزیک نه چارچوب داره، نه جغرافیا میشناسه، نه در بعد زمان و مکان جای میگیره، نه برتریت جنسیتی داره، نه برتریت قومیتی داره. متاسفانه میبینم الگوهای رفتاری نادرستی که در افراد متافیزیکی نفوذ کرده. در مسیر خودشناسی هم پر از حسادت و کینه هستیم، پر از نقاب و نیرنگ هستیم. تا این انرژی ها و فرکانس های سطح پایین رو نزداییم به درون وصل نمیشیم. توهمات متافیزیکی داره قوقا میکنه. توهمات متافیزیکی چیست؟ توهماتی که فرد فکر میکنه هر آنچه که در ذهنش هست باید پذیرش دیگران قرار بگیره و فکر میکنه از همه دنیا جداست و فکر میکنه خیلی متفاوته و فکر میکنه تأثیر اون بر جهان هستی بی نهایته. بله،
همه موجودات روی زمین منحصر به فرد هستند، اما در خداشناسی و متافیزیک به جایی میرسیم که همه ما میشیم و ما همه میشیم. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان آن چیزی که در ماتریکس دیده میشم، از نظر جنسیتی زن هستم، مادر هستم، همسر هستم، دختر هستم، معلم هستم، همه برداشته میشه. فارس زبان هستم، در جغرافیای ایران زندگی میکنم، تمام این مرزها برداشته میشه. من جهان هستی میشم، من تکه‌ای از ذرات خداوند میشم. اینجاست که منیت و ایگو باید پایان بپذیره. اینجاست که رنگ پوست من ارجحیت نخواهد داشت، زبان من، قومیت من، سنت‌های من خارج میشه از برقراری عدالت، خارج میشه از ماتریکس و من میشم جزئی از حقیقت جهان هستی. اینجاست که من نفوذ میکنم در وجود خودم برای پیدا کردن خودم. متاسفانه در متافیزیک چشم و همچشمی داره نابود میکنه. ایگوی چشم و همچشمی، کندالینیمو خانم باز کن، به هر قیمتی شده. میخوای به کجا برسی؟ خانم میخوام پرواز روح داشته باشم، دسترسی به آکاشیک داشته باشم، میخوام پیدا کنم اینکه چه چیزی در خلقت جهان هستی نهفته است. بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. بیا به درونت، فارغ شو از بیرون. من به عنوان معلم فقط یادآوری کننده هستم. منو بت نکن. متاسفانه در دنیای متافیزیکی هم این ایگو وارد شده. اساتیدمون رو داریم بت میکنیم و به یه جایی رسیدیم که اصلا انسانهایی که مثل من هستن مورد پذیرش اگر واقع نشن، مورد تایید اگر واقع نشن، گارد میگیرن و بقیه رو قضاوت میکنن. ببینید، من به عنوان معلم فقط راه رو به شما نشون میدم. یک بال پرواز رو من به شما میدم، مسیر رو بهت نشون میدم، فانوس راه رو برات نگه، شما رو فارغ کنم از دنیای بیرون. میخوام به این درجه برسید ای روح کهنی که این کلیپ رو نگاه میکنی و آنچه از تناسخهای خودت آوردی و در دی ان ایت ذخیره کردی، اون رو فعال کنم. همه آگاهی در دی ان ای شما ذخیره شده. پس چرا فراموش کردیم؟ چون لحظه ورود به زمین تمام اون خاطرات به صورت انرژیکی در دی ان ای ضبط میشه، ثبت میشه و از ذهن پاک میشه تا غرق در اون عالم نباشی، درگیر رنج‌های گذشته نباشی و درس امروزت رو بپذیری، رسالت امروزت رو اجرا کنی. و همین میشه که الان اینجا هستیم در مسیر متافیزیک. تنها کاری که به عنوان یک معلم باید انجام بدم، نشان راه، شارژ دی ان ای شما برای اینکه اون اطلاعات سابق رو بکشه بیرون، ببینه در کجاها ضعف داشتی، در کجاها رشد داشتی، چه آزمونهایی رو برای خودت در این دنیا در نظر گرفتی و چه رسالتی داری. همه اینها درون توست. من فقط بهت راه رو نشون میدم که برگردی، یادآوری کنی، بکشی بیرون از دی ان ایت و حالا مسیر رو پیدا کنی و بری جلو. پس مسیر متافیزیک برتریت نیست. من نسبت به بقیه برترم. اگر اینجا هستم و این قدرت کلام به من داده شده، مطمئن باشید جز روح‌هایی هستم که در گذشته انقدر اومدم و رفتم، در دی ان ای هم ثبت شده که الان اینجا حضور داشته باشم و اگر بتونم
تجربه آزمون امروزم رو بپذیرم، دریافتش کنم، درسم رو بگیرم و سپس عبور کنم. اگر نه من هم مثل شما هستم. هیچ تفاوتی نه در جنسیت وجود داره، نه در زبان وجود داره، نه فرقی بین انسان هاست. اگر ما با القاب همدیگر رو صدا میزنیم دلیل بر احترام گذاشتن است، نه برتریت طلبی. میخوام راه رو بهت نشون بدم تا از ایگوها کنده بشی. من اگر انرژی درمانی میکنم یا قدرت هیپنوتیزم دارم یا کلامی دارم که روی شما تأثیر بذاره و راه رو بهتون نشون بده، فقط برای اینه که رسالت من این هست که شما رو به عنوان یک انسان منحصر به فرد که آگاهی و بیداری باید در شما نفوذ کنه و به عنوان یک موجودی که کار بسیار مهمی روی زمین داری، غلطک بندازمت تا بتونی تأثیرت رو روی دیگران بذاری، آزمونت رو بگیری، درست رو پیدا کنی و از انرژی ها استفاده کنی برای صعودت. قرار نیست شما رو به خودم وابسته کنم، بت کنم خودم رو. حرف من اینه، دارم بهت تلنگر میزنم. در این مسیر هیچ کس رو بت نکنید. مولانا اگر مولانا شد، معلمی مثل شمس داشت که یه جایی کار رهاش کرد. شمس اومد مولانا رو از درون منقلب کرد و بعد از اینکه مولانا استارت انرژی درونش زده شد، شمس برای همیشه محو شد. اما ما در این زمین منتظریم یکی بیاد بتش کنیم، همیشه کنارش باشیم، اون هم خوشحال و رضایتمند از اینکه مورد توجه قرار میگیره و ایگوهاش هر روز بزرگ و بزرگتر میشه و در نهایت رهرو نور و فراجوی نوری وابسته به بیرون و یک بت پرستی اتفاق میفته. تعریفی که ما در مذهب و دین داریم، وابسته نشو، بت پرست نشو، به یگانگی ایمان بیاور. در مسیر متافیزیک هم این تلنگر مهمیه. برای شما این تلنگر هست که وابسته نشو، منیت نداشته باش، انقدر درگیر چشم و همچشمی نباش. من باید روی زغال گداخته راه برم تا همه برای من کف بزنم و بگن تو بهترینی. من بیام شما رو در جا بیهوشت کنم و بگن تو بهترینی. چه فایده نمایش بازی کردن ها؟ قرار ما در این مسیر رشد روحانی داشته باشیم. گم کردیم راهو، گم کردیم مسیر رو، به اشتباه داریم میریم، جاده خاکی رو گرفتیم زدیم، همینطور داریم میریم ولی تهش یه دره است، دوباره سقوطه. به خودت بیا. کندالینی میخوای داشته باشی، به چه قیمتی؟ میخوای چی کار کنی با این باز شدن کندالینیت؟ میخوای به آگاهی برسی؟ چرا؟ جالب، خیلی از فراجوان بهم میگن میخوام ذهن خوانی کنم. خانوم، به چه قیمتی میخوای ذهن خوانی کنی؟ اصلا شما چرا باید ذهن خوانی کنی؟ تجسس کنی تو کار دیگران؟ میخوام انقدر قدرتمند بشم هر کی هر چی گفت، هر دستوری دادم بگه چشم. خب مگه هیتلریم؟ ایگوی هیتلر هم در همه ما حضور داره. اگر شما به هیتلر میگی هیتلر، اگر آدم‌های منفی هم داریم، آدم‌های مثبتی هم داریم، همه میخواین مولانا بشین اما از درون ریشه هیتلر دارید، بدونید همه ما یکی هستیم. اون انرژی هیتلر در منم هست. اگر بتونم اون رو بالانس کنم، نگهش دارم، بگم حق نداری آسیب برسونی، حق نداری خودشیفته باشی، حق نداری فریبکاری کنی، حق نداری آسیب برسونی، تو برای اینجا هستی که خودت رو پیدا کنی. اون وقته که شما در مسیر معنوی رشد پیدا میکنی. پس دست بردار. اگه قراره تو این مسیر دنبال این باشی که خودتو به دیگران نشون بدی، منم بزنی،
متفاوت بودن تو به دیگران اثبات کنی که خیلی من متفاوتم. نقاب بذاری با کله زمین میخوری. انرژی به دست میاد با تلاش، با پشتکار، اما خیلی سریع ازت گرفته میشه. میگیم از عرش به فرش اومدن، یه شبه از عرش به فرش میاره، چون جهان هستی، کردگار، ایزد منان، یگانگیش بر اساس صلح، بر اساس صداقته، بر اساس آگاهی و بیداریه. و وقتی شما در خلاف مسیر حرکت میکنی و میخوای عموم جامعه که در ذهن خودآگاه گرفتار شدن و در تاریکی گرفتار شدن رو گول بزنی، هوشمندی به تو اجازه نمیده. همینجا برای من کامنت کن: من آگاه و بیدار هستم در مسیر نور. من فراجوی راه نور هستم. از ایگو و ماتریکس خارج میشم و اجازه نمیدم منیت من بر حقیقت من پیشی بگیره. دوستتون دارم. مملو از نور و عشق الهی باشید. در پناه نور.